یعنی به مردم امریکا سلام میکنیم که بدان به مردم جهان سلام میکنیم. چطور یک ملت مسکین و بیچاره و قربانی تروریسم شما متهم میکنین و باز پولش میگیرین؟ به هیچ عنوان اجازه داده نمیشه. بلکه صدا میکنیم بر ملت امریکا و محاکم امریکا که صدای قربانی های افغانستان رو بشنوند و پول ملت بیچاره مسکین برش برگردانند. و خواهش میکنیم از رئیس جمهور محترم امریکا آقای جو بایدن که ما خوب میشناسمش، مجالس بسیار زیاد با ایشان داشتیم، زمانی که امریکا رفته بسیار مهمان نواز خوب بودن با ما، که تصمیم خود تجدید نظر کنن، تصمیم خود برعکس کنن، تمام پول افغانستان برگردانن به مردم افغانستان.